4 مصراب نوا آقا حسین قلی. کوک دو سول ره هست. سیم اول برابر با سی انگلیسی در تو این رو کوک شده. سی بمول داریم و میکنم. نوا نوای سول هست. سول 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 سول. همون پایه ترکیبی شماره 8 هست که معمولا آقا حسین قلی از این پایه استفاده میکنه برای 4 مصراب. سول دو دو سول سی سی که اینجا سی و دو رو با هم دیگه میگیریم. سول لا لا اینجا لا و سی بمول با هم دیگه گرفته میشه. سول 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 بعد از سی سول سی سی سول لا لا سول 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 لا لا سول 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 بم فا فا بم سول سول بم فا فا بم می بم فا فا بم می بم ره می می فا 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 سول سول سول. اینجا دوبل میگیریم سی و لا رو. سی راست چپ راست چپ سول سول لا سول سول لا سول سول لا و بعد انگشت سوم میاد رو دو. جا میتونیم پرسیم بزنیم. اینم میکنم و فا اسیم زردم.